علائم افسردگی در هر مقطع سنی متفاوت هست و میخوایم علائم افسردگی را در سن نوجوانی خدمت شما بیان بکنم. بسیار مهم و اساسی هست. سنین بین 12 تا 18 سال هست عزیزان. دختر یا پسری که دچار افسردگی میشن، علائمش طوری هست که در کنار از اینکه حرف فامیل نمیپذیرن، خشم، عصبانیت زیاد دارن و افت عملکرد تحصیلی پیدا میکنن. سابقه بسیار خوب درس میخوندن، درس خوب یاد میگرفتن، اما حال میل علاقه به درس خواندن ندارن و درس خوب یاد نمیگیرن. و در کنار از او سوء استفاده از مواد پیدا میکنن، میشه به مواد مخدر روی بیارن و همچنان بی‌بندوباری جنسی پیشان وجود داشته باشه و در کنار از او رفتارهای ضد اجتماعی پیدا بکنن، از مکتب فرار بکنن، از خانه فرار بکنن. اینا علائم افسردگی در نزد نوجوانان هست عزیزان. دوستایی که پسر یا دخترشان این مشکلات داره، خوب است که پیش دکتر مراجعه بکنید.